که پیامبر صلی الله علیه و سلم عیناً همین گونه زنها رو چی گفتن. یکی حدیث در مسند امام احمد است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن، حدیث عبدالله ابن عمرو ابن عاص است رضی الله عنهما، که پیامبر میگن در آخر زمان یا در آخر امتی من زنهایی میشوند که کاسیاتون عاریات. کاسیاتون عاریات یعنی پوشیده هستند اما برهنه هستند. آنها پوشیده هستند اما برهنه هستند. معنایش این است که در شرحش میگویند پوشیده اند سطر خود را، گردن خود را، آنی که الله پنهان کن گفت، اما طرز پوشیدن که مثل کشاده اند، با پوشیدن لباس های تنگ، با پوشیدن لباس های از حد زیب و زینت دار، با پوشیدن لباس های تنوک. مقصد از حجاب اسلامی اگر پنهان کردن زینت باشد، اینها برعکس با پوشیدن لباس اسلامی مقصدشان خود را آرا دادن است، خود را نمایش دادن است، خود را زیب و زینت دادن است. با کرته ایزار تاجیکی که نمی شود تو تنگ لباس بپوشی، اینها تا می توانند با لباس های ترکی و نمیدانم دبی و چیزهای دیگر لباس های تنگتر می پوشند و مدتر می پوشند و قیمت بهاتر می پوشند. پیامبر اینها رو گفتند کاسیاتون عاریات، پوشیده هستند در اصل برهنه هستند. رؤوسهن کاسنیمة البخت، سرهای آنها مثل پشت شتر است، یعنی مویهای خود را خیلی زیاد برای نشان دادن بالای سر خود را بلند میکنند که مثل دو کله نمایان است. و در دوامش سبحان الله میگن العنوهن، اینها را لعنت کنید، فانهن ملعونات، این گونه زنها لعنت شدند. زنهایی که پوشیده هستند و در اصل اینقدر پوشیدن که برهنه هستند.